داستان روز بد از ناصر تقوایی. در خانه ژنی همه درها به حیاط باز می شد. صبح زود در خانه ژنی اگر شب خوابها حال بیرون آمدن داشتند، در اتاقهاشان با حیاط 4 گوش آجور فرشی باز می شد که وسطش یک حوض سبز شیشه پهلو کوچک کاشی بود با 4 پاشویه پر از پنبه. از روز سحر از اتاق که بیرون آمدم، دور تا دور حیاط همه دره ها بسته بود و آسمان ابری در حوض سربی و کدر بود و صدای خفه لیدا از اتاقش می آمد. وقتی رفتم با انگشت بزنم به در باز شد و خنده لیدا حیاط را پر کرد و خورشید جشن بسته آمد. تکیه داد به لنگ در، غر می زد. خواب بیدار هلش دادم لب حوض کوچک کاشی. گفتم بجم دیر شده. دستش که به آب خورد، برقها کدری حوض را خط انداخت، مثل سرب که با ناخن خط بیفتد. صدای خنده لیدا هنوز می آمد. دیدم میان خنده ما را صدا می زنم. به اتاق که رفتم دیدم برهنه در نیمه تاریکی خوابیده است. با نگاه کردن به دور و بر فرصت دادم ملافه را روی پاهاش بکشد. اتاق بزرگ نبود و تخت کوچک ترش کرده بود و زنها لختی که عکسشان به دیوار چسبیده بود آنقدر بی حیا بودند که برهنگیشان آدم را نمی گرفت. چشمهای لیدا باد کرده بود و با خنده هم می آمد و گونه ها چال می افتاد و موجه ها هم می آمد، اما نه جوری که سیاهی چشمها لایه پلقها برگ نزاند. شرم نداشت که خنده بلندش شب خوابهای اتاق دیگر را بدخواب کند، اما بی حیا نبود. گفت هی میگه بذار بخوابم، به خیالش هنوز شبه. باز خندید و ملافه را تنگ پیچید با تنش. گفت اگه دلتون میخواد میتونین بمونین. گفتم دیگه دیر شده. انگار تو دیشب همش گرفتی خوابیدی. قهر بودین؟ گفتم نه، نصف شب اختر خوابش برد، منم گرفتم خوابیدم. لیدا گفت چه بد گذاشتی بخوابه، من اصلا خوابم نمیبره. و به خورشیدو که آمده بود با سر و روی شسته دنبال حوله می گشت خندید. گفت صورتشو میشوره که خیال کنه دیشب خوابیده. خورشیدو گفت اینقدر چرند نگو، حوله کو. من چرند نمیگم، حوله تو گنجه است. داشتم به سیفو میگفتم من شبا خوابم نمیبره. من از اون شب خوابایی نیستم که شب خوابش رو میبره. نه خودم میخوام نه میذارم مردم بخوابم، مگه نه؟ خورشیدو از لایه حوله گفت بی حیا. چه بدخلق. شب دیگه میدونم چی کار کنم. چی میکنی؟ همش میگیرم میخوابم. و خندید. نمیتونی، فردا شب بهت میگم. اگه هیچ وقت نتونم دست کم فردا شب رو میتونم. نمیتونی. میتونم، فردا شب جمعه است. خورشیدو گفت مادر سگا، اصل کار شب جمعه است. یعنی که چی تعطیلش میکنن؟ شهربانی میگه شما هم آدمین، حق دارین هفته یه شب برین تفریح، گردش، سینما. نخیر، که هفته یه شب بریم بغل خوابی افسرا، اونا که نمیتونن بیان اینجا. لیدا رو کرد به من همش بد میگه. و پا شد از تخت پایین آمد.
ملافه روی تنش سر خورده. افتاد زمین. خورشیدو گفت بی حیا، جنده دنیا اومده. لیدا گفت اینجوری حرف نزن بد دهد. نوک پا ایستاد و دستهایش را دور گردن خورشیدو حلقه کرد و صورتش را فشرد به سینه او. خورشیدو گفت بذار برم. اما یک دستش را انداخت پشت او. لیدا گفت دستات از لباست زبطره. ولم کن برم. میشه امروز نری؟ کجا نرم؟ سر کار نری؟ گفتم. اینو باش. پرسید. چی کارش میکنن؟ اخراجش میکنن؟ گفتم. دیگه راش نمیدن که بخوان اخراجش کنن. اب نداره، گور پدرشو. و رو کرد به خورشیدو. خودم خرجتو میدم. تو نمیتونی. اون بغل خوابه گردن کلوف خرجمو میدم. برزخ نشو، بدت اومد. میخواستی خوشم بیاد. خیلی آرزوشو دارن. من آرزو ندارم جنده بشونم. خوش ندارم یه زن خرجمو بده. لیدا گفت بد کردم، غلط کردم. حرفم این نبود. نباید اینجوری میگفتم. خورشیدو به من گفت را بیفت. و رو کرد به لیدا. بذار برم. لیدا گفت خودت دل نمیکنی؟ و خودش را کشید بالا. خورشیدو را ماچ کرد. 2 چاله خنده وسط گونه هاش بود. رفت از لایه در سرش را برد توی حیاط. دد زد نه و از خورشیدو پرسید دیگه کی میای؟ نمیدونم. فردا شب بیا. شب جمعه است. لیدا گفت مادر سگا. و خندید. پیرزن آمد. دست کلید دستش بود. خواب آلود پرسید خب خوابیدین بچه ها؟ لیدا زد زیر خنده. به پیرزن گفت واس کن دیرشون شده. خورشیدو پول دیشب و انعام پیرزن را داد. لیدا گفت اگه بگم انعام نگیری میترسم بعدش بیاد. پیرزن گفت چرا نگیرم؟ اینا که نمیذارن شب یه دقیقه خواب به چشم آدم بره. راه افتاد طرف در و ما دنبالش رفتیم. لیدا از لایه در به آسمان نگاه می کرد. گفت انگار ابره. پیرزن گفت دیشب نمنمک میبارید. و در را باز کرد و گفت خوش اومده. لیدا داد زد. چتر نمیخوای؟ گفتم نه با چرخ بریم. چرخ توی دالان بغل دیوار بود. رفتیم بیرون. خورشیدو گفت من نمیتونم برونم. گفتم من میرونم. هوا رنگ سرب بود. پا اندازها روی نیمکت‌ها داخل قهوه خانه هنوز چرت می‌زدند. از کوچه خالی به خیابان خلوت رفتیم. چراغ‌ها هنوز روشن بود و سایه هامان کمرنگ روی اسفالت می آمد. دکان نانوایی باز بود و ترازودار سفره سفیدی روی دکه پهن می کرد و صبح پر از بوی برشته نان بود و بوی گنده پالایشگاه. کارگاه ها تک تک پیدا می شدند و خیابان به خیابان شلوغتر می شد و آدم کم کم آشنایی می دید که سلامش کند. در خیابان ساحلی قاطعی جریان دوچرخه ها کند می رفتیم و ماشین ها کرمانده ها
که لایی دوچرخه ها می ماندند بوق می زدند. این گار در جاده‌ای به گله‌ای برخورده باشند. کارگاه ها از بغلشان که می گذشتند فحص می دادند بوق نزدند. دوچرخه سوارها سر پیچها از نزدیک شدن به تریلی های نقره‌ای دیراز که کارگر بارشان بود پرهیز می کردند. تا پیچ آن سر خیابان لباس های سر تا سری سرمایی بور و کلاهای امنی به رنگ نقره و بوق ماشین و زنگ دوچرخه. جلو کشتیارنی باریکه‌ای از جریان جدا می شد و به چپ می رفت. هر روز کارمان این بود که از جلو دفتر شرکت استریک بگذاریم و توی صف دوچرخه ها و آدم ها پشت در بارانداز بیستیم. کفرت در می آمد که هر روز اولی صبح تکه‌ای از صفی باشی. صف خیلی کند پیش می رفت. جواد آقا ایستاده بود دم دار. یکی یکی کارت ها را می دید و این نشانه یک اتفاق بود. می دانستم یک کشتی روسی دیشب در 8B پهلو گرفته است. دم دار نوبت ما صف ایستاد. جواد آقا از کارگر پیش از ما کارت خواست. کارگر گفت یادم رفته میارم. نمیشه بری تو. فردا میارم. لباسم عوض کردم، بخت بد تو اون جیبم مونده. بچه ها هل می دادند و از پشت سر غر می زدند که چرا صف نمی رود. از میان صف یکی داد زد اینقدر هل ندین، ننه سگ باز، خر یکی چوسیده. جواد آقا گفت که بود؟ کسی هیچ نگفت. باز پرسید که بود؟ اگه مردین بگین. سکوت را کارگر شکست. گفت حالا میشه برم تو؟ جواد آقا گفت نمیشه. و رو به صف تهدید کرد. نمیگین که بود ها؟ کارگر گفت تا که منم میشناسی 3 سال من اینجا کار میکنم. هر کی کارت دستشه بره تو. دستور امروزه. من هیچ کسی رو نمیشناسم. یکی از ته صف گفت نمیشه که نره سر کار. اگه همه تونم نرین میشه. کارگر گفت من نمیخوام کس رو بزنم سر جا. من کارت دارم، بخت بد تو اون لباسم مونده. اینا همش کلکه که از راه اونای دیگه برو کنار. خورشیدو بی حاصله گفت برش کن بره دیگه. جواد آقا برگشت. چی گفته؟ گفتم ولش کن، تو که میشناسیش. فرمون میده؟ خورشیدو گفت نه، اما اگر رو دنده سگیت افتادی هر جور میخوای خیال کن. صدای از ته صف گفت شماها چهتونه؟ چه وقت دعوا کردن اول صبحی؟ کارگر صف را شاهد گرفت. 3 سال من اینجام، نشده من ندیده باشه. جواد آقا گفت من آدم ها رو نمیشناسم. هر کسی یک کارت داره با عکس و یه نمره. خورشیدو گفت اینم کارت داره. پس کو؟ کارگر گفت اگه جیم بود که نشونت میادم. اینا کلکه. من این چیزا سرم نمیشه. خورشیدو گفت تا چه سرت میشه؟ حالا بهت میگم. و آمد جلو. چشمهاش سرخ که کارگاه ها ریختند وسط. دست خورشیدو را از جیبش دار نیامده گرفتم. گفتم خر نشا. جواد آقا به دعوه تا همین جا که پیش آمده بود و بچه ها دورش را گرفته بودند رضایت داد و گرنه تلاش می کرد خودش را ول کند، نه اینکه سر جایش وایستاده و داد بکشد. خورشیدو را کشیدم بردم. چرخ را قفل کردم به میله جا چرخی. هوا هنوز ابری، اما
دیگر روشن بود و هر 3 بارانداز کشتی داشت. کنکوردیا دیروز رفته بود و کشتی روسی در 7 به پهلو گرفته بود. از چند روز پیش خبر آمدنش را داشتیم. هر کس که می آمد مدتی در 7 به می استاد و به کشتی و جاشوهای سرخ روی کشتی نگاه می کرد و پی کارش می رفت. نه این که کشتی بزرگ یا عجیبی بود، بزرگترهاش و عجیبترهاش را زیاد دیده بودیم، اما هیچ کس به یاد نمی آورد که در اسکله 7 کشتی روسی دیده باشد. سربار شمار با دفترهای بارشماری زیر بغلش آمد. پیدا بود شب پیش پولدار بود. حرف که میزد دهنش بوی عرق میداد. به خورشیدو گفت چه مرگته؟ خورشیدو گفت هیچه. دیدم دار خیره به کشتی نگاه میکند. پرسید چقدر بارداره؟ 50 تا. بیشتر انگار، خیلی سنگینه. بقیهشو میبرم بسته. خورشیدو پرسید بارش چیه؟ دلش میتپید. نمیدونم. چطور نمیدونه؟ سربار شمار گفت از کجا میدونم وقتی تو برنامه هیچی ننوشته؟ دفترهای ما را داد. وقتی از پله های کشتی میرفت بالا داد زدم. وودکا. خندید. گفت وقت کردین بیاین تو کابین. نرفتم. صبحها بوی عرق حالم را به هم میزد. خورشیدو پرسید فکر میکردی چی بارشه؟ به کشتی نگاه میکرد. گفتم هر چی بوش در میاد. دفتر نمره 2 دست خورشیدو بود. رفتم سراغ انبار 1. بچه ها 2 تا ژره سکیل آورده بودند سر انبارها. چنان در جنب و جوش بودند که باورت نمیشد همان کارگرها هر روزی باشند. ژره سکیل ها را روی 2 تا ریل گوشند که از وسطش خط آهن میگذشت، میشد راه برد. پایه های ژره سکیل بلند بود و لوکوموتیو ها واگن ها را اینگار از زیر تاق نصرتی می برند. بازوی ژره سکیل ها دراز بود و به ته کابلی که از سر بازو آویزان بود جنگه بسته بود. به زور ژره سکیل ها صفحه های آهنی در انبارها را برداشتند و پیش از اینکه باری از انبار بیرون بیاید اسی خبر آورده که بار کشتی شکر است. وقتی دید همه ناباور به او نگاه می کنند قسم خورد و گفت خودم تو خونه اول یکی از کیسه ها رو سوراخ کردم و با نک همین انگشت چشیدم. و گفت حالا دارد می رود برای بچه ها انبار چایی دم کنند. بچه ها رفتند سر واگن ها. دیدم خورشیدو دارد به دستهای خالی خود نگاه می کند. جنگک ته کابل پایین رفت و در انبار ماند. کرگار روی انبار فرمان داد. صدای موتور و چرخه ها. جنگک که بیرون آمد کیسهای ازش آویزان بود. بازو می چرخید و پایین می آمد. روی هر واگن 3 تا کارگر بود. کیسه ها کف واگن ها گرد و خاک می کرد. کارگاه ها غلاب زنجیرها را باز می کردند و کیسه ها را صاف می چیدند. و ما که رفته بودیم کنار آب در گله آفتابی نشسته بودیم. کیسه ها را در هوا که می آمد می شمردیم و نمره واگن های را که پر می شد می نوشتیم. لوکوموتیو ها واگن ها را می برند و تا آوردن واگن های خالی بچه ها گل آفتاب می جستند و ساکت می نشستند به تماشایی پرچم های نوک دقل ها. دست و چکش
که به هم می‌خورد، شیر در جا می‌دوید و شمشیرش را حواله می‌کرد. سیگاری‌ها می‌رفتند در قایق‌های موتوری آن طرف 7A. چنان قایم می‌شدند که دود سیگارشون را هم نمی‌دیدی. همه جای بارانداز تابلوهای سرخی بود با 4 ژور استعمال دخانیات ممنوعه. من و خورشیدو کنار آب نشسته بودیم و سایه هامان در آب افتاده بود و با جزر نمی رفت. آب از سر سایه هامان پایین می رفت و سایه ها کم کم به گل می نشست. تا جزر کامل 50 تن شکر باری واگن ها بود. رفتیم. چرخها را باز کردم و دیگر ناگاه به پشت سرمان هم نکردیم. کارگرهای 7C تکه های تخت دستشان بود. پاره های صندوق شکسته. دمه در شلوغ بود و شلوغی سر تخت بود. جواد آقا داد میزد: از بوق صبح تا بوق شب کارتون همینه. یک پلیس دیگر هم بود، بلند و لاغر. تحت پارها را می گرفت و گوشه‌ای انبار می کرد. یک کارگر می گفت: عوض اینکه اینا رو جارو کنن بریزن وسط شط، من جمع کنم ببرم خونه بسوزونم. پلیس بلند و لاغر گفت: حتما ممنوعه که میگه نبر. جواد آقا گفت: امروز نباید چیزی از اسکله بیرون بره. هر کس می گذشت. صدای افتادن تخته هایش را روی تخته‌ای می شنیدیم. جواد آقا را ناگهان رو در روی خورشیدو دیدم. بلندتر و پهن‌تر با خنده‌ای در صورتش. گفت: صبح خوب در رفتی آقا بسر. خورشیدو گفت: سرمستر من نزان. هیچ وقت صورتش را اینقدر سخت ندیده بود. جواد آقا گفت: باید جیباتو بگردم. گفتم: از کی تا حالا جیب بار شما رو میگردی؟ خورشیدو گفت: ولش کن، این پی بهونه میگرده. و رو کرد به جواد آقا. بیا بگرد. جواد آقا جلو آمد. زیر چاناش به قدر یک کف دست پهن بود. به جلو تا خورد و تا رست شد پشناگی‌های داغی به صورتم پاشید. دیدم با صورت سرخ عقب افتاد روی تخته ها که کارگرها ریختند وسط. مشتها خورشیدو تا وقتی جلو دو چرخه نشست گره خورده بود. به زور پا می زدم. ساکت بودیم و تیرهای برق کند از کنارمان می گذشتند. اینگر سنگین تر شده بودیم. گفتم: دیگه نباید طرفای اسکله آفتابی بشی. فردا میرم سرفت خدا خلف میشینم، شاید رو لنجش کار کنم. فردا جمعه است. گفتم: ورزخت نشو، میخوایم پیش لیدا. خورشیدو گفت: مادر سگا. نه خوش ندارم یه زن خرجمو بده. گفتم: پس بریم عرق بخوریم. گفت: باشه. پیچ اول چرخیدم و تند راندم. سایه هامان به هم چسبیده روی اسفالت میرفت طرف گاراگین که آخر خیابان بود.